این یارو بدشانسترین آدم دنیاست. سامرفورد افسر ارتش سابق آمریکا در حالی که داشت تمرین اسب سواری میکرد یهو بهش سائقه برخورد کرد ای خدا و از کمر به پایین قطع نخا شد و اصلا نمیتونست راه بره. ولی اون با اینکه از کمر به پایین قطع نخا شده بود هنوز امید خودش رو از دست نداده بود و چند سال بعد در حالی که داشت تمرین راه رفتن میکرد دوباره بهش سائقه برخورد کرد. این دفعه کلاً سمت راست بدنش از کار افتاد. سامرفورد به خاطر شرایطی که داشت زیاد طول عمر نکرد. ولی خب داستان هنوز به اینجا ختم نمیشه. چند سال بعد به سنگ قبرش هم سائقه برخورد کرد.